سه قدرت جهانی افتادن دنبال این مرد چینی، کسی که سال 2003 جنجالی ترین ادعای اون زمانو کرد و همچنان سازمان‌های اطلاعاتی جهان به دنبالشن. مرد چوببری به اسم منگ ژاگو مدعیه که یه روز به طور اتفاقی شیء نورانی رو در دامنه‌های کوه میبینه. وقتی که نزدیکی اون محل میشه، ناخودآگاه بیهوش میشه و وقتی به هوش میاد، موجودی 3 متری شبیه به انسان اما با جنسیت زن میبینه که 6 انگشت و پاهاش پوشیده از مو بوده. این مرد موفق میشه اون موجودو به خونش همون حوالی ببره و یه شبو باهاش بگذرونه و اصطلاحاً باردارش کنه. داستان از جایی دارک میشه که ماموران اطلاعاتی چین با دستگاه تشخیص تشعشعات وارد خونه این مرد میشن و حجم زیادی از تشعشعاتو که دستگاه هم نمیتونست کامل تشخیص بده رو کشف میکنن. تا اینجا هیچکس قانع نمیشه که این مرد واقعاً راست میگه، تا سال 2016 که بازم این مرد چینی ادعا میکنه فرازمینی‌ها یه شهاب سنگ براش هدیه آوردن. وقتی که شهاب سنگو میبرن آزمایش، متوجه فلز کمیابی به نام تربیوم میشن که هیچ جای کره زمین نمیشه پیداش کرد. حالا دانشمندان چینی گیج و مبهوت دارن جزئیات بیشتری از رابطه و نوع ارتباط این مرد با فرازمینی ها رو بررسی میکنن، ولی هنوزم به نتیجه نرسیدن. به نظرتون توی این هستی موجودات فرازمینی مشابه ما پیدا میشه؟